اینه امی خود گوسالمون تو صبر کن برون پیش ازی یک هفته میشه گم شده باشه برون پیش ازی سفید استی مپوش کالای سیاه را به جلوه میکشی ظالم تو ما را. بابا 10 دفعه من به همین مادر خوب گفتم نه جو پیالی چوی که ری میکنی یک 10 جفتش لما هم ری کنی چوی تلاخ ری کدم. السلام علیکم لالا اشتنه خوبه بخیریم برارمه او شکر چی گپای خیر گرد برا براری کجا بودیم؟ اینجا رادمی گوساله خو میگشته می گوساله لالا از مانه ببخشیم برار پرسیدن عیب نباشه شما از کجا این که گوساله شما نه؟ برار ما سقل از قل پیتریم اقلی زیر بدا خوب امی گوساله ما گم شده روز جمع گم شد روز جمع گم شد؟ بلیا این گوساله از شما بوده گم شده؟ بلیا یک هفته میشه پیار برار میگن حالی هم امی تیامدم میبینم تا زمین ها شما خب برار این گوساله شما نشونی چیزی داره که شما به ما بدین؟ بلیا چی نشونی؟ اموک زر بیخ گوشی و بریده بیخ گوشی و بریده؟ بلیا خب درسته برار خب برار این که میگی روز جمع گم شده درسته ما تا روز جمع قراری کرده به کنار رود ما منجا گله میزدیم امی گوساله منجا گاه یله بوده یعنی می بیاوردم آن یک هفته میشه این جمع میکنم کسی کنم صاحب از یکینه پیداشه بودم به دستی و بودم الان برارم اینجا یک شرطی داره چی شد؟ الان می گوساله که به صاحب تسلیم دو مگر شیرینی ور دول بده اولی که خیر بینیم امی گوساله تا رو دوردشته بیامده موش کرده گیو میکه خیر از شیرینی شما هم میدون آنه برار یا شیرینی شما 100 روپیه برو همه خیرات میدین شر خیرا خود ندگه یه گوساله شما می یک هفته جمع میکنم 6 برابر به شکم میکردم آخر همه 100 روپیه شیرینی مایون پس 2000 مایی خود دیگه برو حداقل هم پیدا با خونه ما بو پلی 2000 پیدا نمیشه با شما 2000 مایی وقت میگی گوساله به من میفروشی خب برو او گوساله شما ارزش داره او چیه چند میخوره 6 برابر مال ما و تو میخوره برارمه تو از شکم سر خود گپ میزنی آخه او یک هفته گم شده و به تمیز زمینا و جمع خون شده شروع علف ماسته صبح علف ماسته روز به سر همین زمینا بوده مفت بوده تو از شما بستم با خدا و تا حساب پیار منیه خب خیر غم نداره تا کسا پیار کنیه برو پیار خب بگاه جامعه غرز فرضی بکنه 2000 بیاریم به من شیرینی بدی گوسالگک شما تسلیم میدم به شما به شرطی عدلی ثابت کنید که گوساله شما بوده آنه من به پیار خودم میزنم بله بابا خوبه میگم من گوساله پیدا کردم لالا امی قلب چیه پهلو کلبال لنبیده بابا میگم پهلو کلبال لنبیده لالا ببخشید میگم امی کلبال که همه جای لنبیده میگم سر تراز رستی این بچگاه که هم قاید منه میگه تو 2000 شیرینی بده گوساله شما بودم آه انالی ما بجی چی بگم خوبه بیای انه لالا حالی میارم با خودتو کم نسن پیار تو بیا اینجا بیای بله خوبه برار باشی بیا لالا پرسیدن عیبی نباشه چند سال سند شما 20 بله بابا آنه میجی ششته بدون دستی خوبن لالا بگیره خودشون کی نه؟ پیار من بله ماما جان شکر زنده باشی
خب ماما پیش منه سعی کنی ماما جان من به شما چی میگم من امیر رود جمعی پیشتر به سر به کنار امیر رود گله بیزی میکردیم ماما جان از صبح تا شما همون جگاه گله میزدم همین گساله شما همون جگاه یله بیدم باور بکنید تحریک شده به کسی سر صاحب به می گساله پیدا نشد آخر موردشتم بیاوردم آن یک هفته او جمع میکنم همین جگاه زحمت کشیدم شما که 2000 به شیرینی بدین آیا به دل شما درد داره خو نه ماما جو سعی کنیم پیارمه آخه 2000 ریپیر که او اعماله یه بوی همی علفایی که خورده نشده شما کلاه خود پیش خود غیزی کنیم نه دیگه ماما اگه نه معموق زحمتی به می گساله شما به یک هفته بکشیدم نمیارده 2000 ریپیر خب خوبه همین جگاه پیش منو گساله شما دوسته کاکا جیگر من به چی شیرخورینی و دوسته که به من خیرات نمیدین نه دیگه میدیم بدیم نمیدیم گساله شما همین جگاه بگی برو کاکا برای کار خوب برو 2000 رو بیا برای گساله خوب بیا معمولی رو 300 ریپه همین جگاه مزجوری منه من به 200 گساله بدم همون مردم قدیم راست میگفتن که سزای نیکی بدیه اگه ما از تر رو دمی گسالی شما نمی آوردم گرگا میخورد استقونای خاک میشود انالی 20000 ریپیر سیکو میدادیم یا نه گلو اشتنی کجا بودی گلو؟ سلام علیکم گلو اشتنی اشتنی گلو خیلیت جانجر تیار هستی؟ خیلیته شکر همین گوساله برار من ندیدی؟ نورالله گوساله نورالله؟ گوساله نورالله گلو کجا بوده؟ گم شده هم تا بخشا بوده گم شده؟ بلیو گلو اتا گندمایی بر بالا شو من خیال کردم گلو تو گم شدی من گم میشو چکاره؟ مثل شعلی خونه همسایه ما همه تلویشن شدی من گم نمیشو یا خنده نگه جان نه گوساله گو همسایه هم خاطر تو گوگی کردی به خنده شد خب برو توفنگ هم بزده باشه که خدا با ما گلوی داده یک دندون سالم نیه چه کاره؟ آره گوسالی بدی یا ندیدی؟ گوش کو دهن تو مثل اوخور گوری وامره میخندی عقل کمال یاد گیره گلو من گوساله چرونم اینجا که به تو گوساله چند روز میشه گم شده؟ یک هفته میشه یک هفته؟ بده به خشه برو خدا میدونه حالا به شکم که دو گل اینجا بال میزنه برو برات کار خونه ندیدم آره ندیدی؟ نه اگه بیافتی به تو یک پنجه هم جایزه میده کی جایزه میده؟ من میرم چه بیدی پاک میکنی؟ چه بیدی پاک میکنی؟ یه جایزه می بود هیچی چه رسمال پاک نمیکنی؟ خدا ساخ پاک نمی تو پینجه اصلا خوب گشنگی اموال موشا خونه شما یک سره لیورس بینه تو پینجه ری په خود کله گنده خو به من میدی ها میدومه برر کداری په بیری کا کسی گو داری په میانه خو پینجه ای بده دیگه میشه بیافون بابا هر وقت بیافتی بابا تو پنجه میدم گردن من میافون باور میگه اگه بیافتی بابا تو پنجه میدم قول مردانه برو برو دل جان باش من میپالم باشه از مال برو مسئله که نانه من اون پخته داره خوبه دل جان باش کل برو من به تو پیدا میکنم برو خوبه برو بخیر
نکو از این بر توشی کتی لغت نکو ای لینگ تو به گرشه لغت نکردو سلام علیکم. علیکم خوبین؟ شکر بخیر سلامت باشی. ببخشین لالا شما از میخلین؟ بله لالا هم یک گساله ابلغی ندیدین؟ گوساله بله نه. گم شده پیش ما. گم شده. بله از کجا گم شده؟ برار جمعه از سقل پینتر مغلی بیدو روز جمعه می گساله ما گم شده. حال ما گفتم باید شما بدیده باشین. عقل کمال رو کجای برو جو. او جمعه گوساله شما گم شده امروز جمعه حال میپلی برات گوساله. برار جو از امروز ما برات گساله نمیگردیم. از امروزی که گم شده ما سه پیر بچه بهم رادیو میگردیم. آها ببخش. نه برو جو ندیدی لالا. گوساله. اسم از این قله چیه؟ اسم از این قلعه به نام درخت سوخته. درخت سوخته. ها. خو نشونی گوساله خو بده میشه پیداش ببینیم او. گساله ابلغی لالا. گوساله ابلاغیه. بله. ها. خو کجا برو برات جو دستی ندیدی. بگردم. پیدا هم بشه کجا تو پیدا کنم. شماره مای بدم به شما بگیری. نه برو جو دیاره اینجا. اگه شما والی میگه و گسولا باشه چرینا خوربک کنه بره بدگه غلی که خود یک ها نمیرو لاکو گساله توی سلام رمضان خیلیات بخیری دیانت جوره کجا چی گپوه؟ بودی؟ باور بکو که یک هفته میشه من میگردم تمام می غلار رو بگشتم پرسان نکو برفتم وزو قالی بالا یک بچیر بدیدید که با تعرضی میگرده بعد از این تنویر بگیرید تو بدیر ببردید به سراخو یک هفته که میگم این جمع میکنم آخر هم بیامده که تو 2000 روپیه به من شیرینی بده کمک در جنجال و جنجال به 1000 روپیه آخری رازو بستم بابا چرا حقیقت نمیگی؟ حقیقت چی بگم بابا لنگا مکندم من گوساله پیدا کردم با چرا شما به رمضان میگین گوساله من پیدا کردم یار نورالله سلام است میبینی که بچه تو راست میگه گساله ری تلفک پیدا کرده تو حقیقت نگفتی ما از اون نگفتم خیر فرق نمیکنه چی تو چی بابا دیگه مرد دروغگو نکن اینجا که من پرفتم پیدا کردم میگه گپ راست می بپرسی بچه خود بپرس سال به هر صورت خوب شد نورالله که گساله تو پیدا شد لالا جیگر تو خون شد یک هفته پیار و بچه برده میگه راست میگی یا باور کنم یک هفته بیشتر هم میشه کنی باور تو که می کسی که می گساله پیدا کرده و 5 تا هزاری هم که بزو شیرینی میدادی هنو کم دادی سکولالا رمضان اول پولی که ما والی از این دادم پول علاری بود دیوم مونده از هم که ای بگیره می تا آدم علار خور افتاده بود که یک هفته ایر جمع کرده بود که تا صاحب از این پیدا شه ما برفتم به پیشی و گساله را احترامانه به ما تقدیم کرد بازم حق داشت هرچی که شیرینی میخواست ما مگر بزی میدادم بازم همه عزیری به خودش تنواری بدادم سلمان آدم خوبیه باز یک جلیبی دیگه ما به شما بگم همون بچه هم کیر بیافته اندازه بچه مدیپا خوبه دیگه خوب شد الله شکر که گساله تو پیدا شد بریم تو خدا. از این بزرگ متوجه باش برارم به تا زمین بسته میکنی و تا خونه و تا خور بسته میکنی همی تنویر محکم کو برارم یله بله خور سرگردون نکو 20000 روپیه گساله اگه بگیر یکی بفتدی که یا بکشتی یا بفروختی چه کار میکردی وای به کی بود به شب زمستونه چه کار کنم این بچه ها هر کدوم که نمیگم اصلا برفا گفتم نمیکنم فقط 24 ساعت برات می کار بچه ریلکو به خود بچه خود تو مادر از اینا مگر متوجه به مال حال خوب باشه مخی بچه ریلکو هوشی به بیزیه برارمه برو به خیر بری بازم خوب تو پیدا شد های.